اما شوهر اینستاگرامی مرد خانواده است، عاشق زنشه، همیشه به دلمون را میاد، هیچ وقت هم ازش جدا نمیشه. بیا بشین. مشاهده کردین؟ شوهر اینستاگرامی کسی که از یک شاخ اینستاگرام عکس میگیره. ماجرا رو ساده نگیرید، چرا که حرف از چندین ساعت عکس گرفتن در روزه. زندگی با چهره‌های پرطرفدار اینستاگرامی میتونه به جهنمی دردناک تبدیل بشه، چون مداوما باید در جستجوی زاویه‌ای برای عکس گرفتن باشید. این پروژه تمومی هم نداره، توی خونه، وقت سفر، طی تعطیلات، همه جا و همه وقت. ولی نکته دیگه هم هست که شاید شرایط رو خوشایندتر بکنه. کنار همسرتون هستید و پول در میارید. شوهران اینستاگرامی ممکنه به ظاهر نماد همکاری مدرن باشن، اما در واقع اغلب تو سایه همسرانشون گم میشن و هویت فردیشون تحت تاثیر قرار میگیره. این تغییرات میتونه به بحران هویت و کاهش اعتماد به نفس هم منجر بشه. خیلی گول ظواهر افراد رو نخورید. اینم از شوهران اینستاگرامی. عزت زیاد.